به بازیکنمون میگن تو 200 تا میشیم تو سینه‌شون. کی به بازیکن ما حرف زده؟ میگیم هر جای تهران کسی بتونه حرف زد زنگ بزنید شب و نصف شب ما بلند میشیم. ما بد آدمیم، راست میگم. ما اصول به حضرت عباس نمود کن گذشته‌هامون مال کرد تو چش و دهنم. به ناموسم نفسم بالا نمیامد دیگه. یارو هم بالا میگه پول میگیرید. خواهشاً دیگه چیزی نگید. من فکر کنم اونا راضی نبودن از تلاش بازیکن توی زمین و نتیجه هم که خیلی منفی بود و با چالی باختن. من فکر کنم اونا خیلی ناراحت شدن به خاطر اینکه ساعت‌ها تو اتوبوس نشستن، ساعت‌ها توی گرمی نشستن، ساعت‌ها تو استادیوم نشستن و اونا و تمام مردم ایران به نظر من انتظار دارم که بازیکن‌های پرسپولیس وقتی میرن توی زمین براشون بجنگن. یه مشکلی هم تو بازی شیرین تراز پیش اومد، یه رفتاری از علیرضا نیکبخت پیش اومد. ما شروع میکنیم خیرخواه میاد بالا، علیرضا میاد بیرون، خیرخواه و خلیلی بالا میشه بازی میکنن. علیرضا نیکبخت بازیکن خوبیه، بازیکن مطرحیه، اما جایگاهش مثل 34 بازیکن دیگه تو تیم ماست. ما تیم هستیم و تو تیم تصمیم میگیریم، تیمی فکر میکنیم، تیمی عمل میکنیم. علیرضا زحمتاش برای تیم ما فراموش شدنی نیست، همتون زحمت کشید، ما هم این اعتقاد داریم، اما بنا نداریم یک کسی به خودش اجازه بده تنهایی بخواد تیم رو به بیراهه بکشه. هر کی بخواد باشه. نظم این فاکتوری که یادتون باشه عید میگفتیم نظم. بله نظم خیلی چیزا چند جا بود که از اون نظم تیمی دلت خاصی کاری رو بکنی و انجامش نمیتونستم. بله نمیتونستم. بود جایی بود جای خاصی بود، همه جا بود، دور برم بود، داخل تیم بود، بیرون تیم بود، دور بر تیم بود، ولی تونستیم آخر فصل بیاریم و برای اون 6 تا بازی آخر این نظم مختلفی بیاریم تو تیم و نتیجه بیاریم. چند از دست هم دیگه رو بگیرید، همه دست هم دیگه رو بگیرید، همه بگیرید، احساس خوبی باید داشته باشید، دست هم دیگه رو بگیرید، همینجوری چند ثانیه کاش بقیه هم بودن همه دست همو میگرفتیم. شاید روزه اول این احساس رو نداشتیم، اول هم میتونه یه ذره بیرون‌ورتر. آره روزه اول این احساس رو نداشتیم، تو دلمون نسبت به هم حسادت داشتیم، نسبت به هم مثلا گذشت نداشتیم. یادتونه امروز احساس خیلی راحت‌تره، احساس می‌کنیم یه خانواده‌ای دست تو دست هم دادیم، خیلی لذت می‌بریم. امروز باور می‌کنیم خانواده تو دلتون خوشحال نیستید، تا دیروز شاید بعضیمون دوست نداشتیم دست همو بگیریم، اما امشب همه دوست داریم دست همو بگیریم، همه دوست داریم دست همو بگیریم. میگم خدا با جماعت، یدالله، میگن یدالله مع جماعت، دست خدا با جماعت. این دلا که با هم یکی شد، این دستا رو که با هم دادی، انشاءالله سال تو پرسپولیس بمونید مردم خوشحال. اما امشب که دست همو گرفتیم میخوایم یه پیام بدیم، از هم دیگه گذشتیم. یعنی من میخوام بگم آقا لطفی این ضرر بدم، ظلم کردم، ناراحتی کردم، دست همو گرفتیم، هم تو منو بخشیدی، هم من امروز که دست همو گرفتیم به این نتیجه برسیم که همه از هم بگذاریم. اگه ما از هم گذاشتیم خدا هم از ما میگذاریم. خوبه؟ اصلا با هم دست هم گرفتیم، از هم دیگه گذاشت کردیم و هم دیگه دعا میکنیم. دعایی هم که در نقش دیگران میشه و زودتر از دعایی ها رو در حقی خودش میکنی شاید بسید.
چه سرویس هایی میکنی؟ به به خدا حافظ همچون آقا تو یک بابا دیره بالا نگاه باختن این یه داستان زندگی هست. باختن پیروزی و باختن به نظر من خیلی کمک میکنه که درس‌های یاد بگیریم و رشد بکنیم که بتونیم بهتر انجام بدیم. از خودتون بیان بیرون آیم نشید خودتون نشون بدید. اگه میبازید مثل مرد باز، اگه میبرید مثل تیم ببر. رو راست میگم بچه‌ها، تصمیم گرفتم که تنبیه‌تون میکنم، تنبیه‌تون هم اینجوری انجام میدم. از ممکنه کلمات من بد باشه، ناراحت شدید، ازتون عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این تنبیه آخرین تنبیه باشه که من انجام میدم. مرسی. بفرمایید. انتقاد دارم اگه این تنبیه رو به ما انتقال بدید. درسته من 25% یعنی تنبیه شدم که ما یه تنبیه هم تیم برداره، یعنی ما هم شاملش بشیم. با هم باختیم، هممون باختیم. تقصیر هیچکی نیست، تقصیر هممونه. و یه چیزی رو که من به شما میتونم قول بدم این تیم از نظر انگیزه‌ای به هیچ کدوم از این بازیکن‌ها نه که بخوام هواداریشون کنم، جرأت اینو من خودم به خودم ندیدم که